سال تتو زنای خوب پیدا شده. از اون خاطر آمدم تتو زدم و چیزی که دوست داشتم. مثلا من علاقه زیاد به دراگون اژدها داشتم. ما از سابقه می شوق داشتم مثلا همی شوق در دل ما بود که بریم تتو کنیم. بخاطر یک استایل است ما خوش دارم واقعا شوق ما است که تتو باشه از اونم بخاطر که بسیار معقول معلوم میشه در بدن که بعضی بلوزا را میپوشی بعضی یخفاقا را میپوشی بسیار معقول. تتو یک هنر خیلی قدیمی است که خانمای ما افغان‌ها در قدیم خالکوبی میکردن، مثلا پیشانی خدا یا مثلا زناق خدا. فقط فرقش با گذشته ای است که آله با دستگاه‌های پیشرفته و مدرن‌تر، مثلا با سوزن‌های پیشرفته و جوهرهای خوب آله مردم تتو میکنن. فلا یغیرن خلق الله، یعنی شیطان پیروان خود امر میکند که تغییر آنچه که خلقت است که الله جل جلاله آفریده است او تغییر بیارند. یکی از جمله مصداق تغییر خلق الله خالکوبی است. خودم شکر مسلمان هستم، قرآن خواندیم، حدیث خواندیم. منتها در اسلام کدام آیت مشخص در قرآن آمده که خالکوبی حرام بوده باشه؟ کدام حدیث یا اشاره نشده که خالکوبی حرام است. منتها ملا صاحبا خو میگن طبعا حرام است، منتها در اصل در اسلام هیچ کدام ممانعت نداره.